الان که دیگه جواب پزشک قانونی هم در مورد پرونده جنایی آیهان ناصری اومده، میخوام براتون از لحظه‌ای تعریف کنم که از نظر ظاهری این پرونده فقط در مورد یه نشتی گاز ساده بوده. دوشنبه 24 تیر ماه ساکنای یکی از ساختمونا تو خیابون حجتی تبریز متوجه میشن یه بوی گاز تند و غیرعادی تو راپله ساختمونشون پیچیده. اولش با خودشون اینجوری میگن که خب شاید یه نفر گازو باز گذاشته، حالا یا حواسش نبوده یا حالا داره یه غذایی درست میکنه که باعث شده بوی گاز به این صورت تو آپارتمان بپیچه. ولی خب هرچی زمان میگذشت بوی نه تنها کم نمیشه بلکه داشت بیشترم میشد. یه تعدادی از همسایه‌هاشون گلوهاشون شروع میکنه به سوزش و برای همین تصمیم میگیرن که با آتش نشانی تماس بگیرن تا عواملشون بیان حالا بوی نشتی رو بررسی کنن و ببینن که داستان از چه قراره. یکی از همسایه‌هاشون که صاحب این خونه یعنی خانواده ناصری رو میشناخته زنگ میزنه به رامین ناصری یعنی صاحب این خونه و این سوال ازش میپرسه که آیهان امروز پیش مادرش بوده، بخاطر اینکه یه چند ساعتیه که یه بوی گاز عجیب غریبی تو راپله پیچیده و وقتی رفتیم جلوتر دیدیم این بو داره از خونه شما میاد. رامین هم که از شب گذشته بچه‌شو سپرده بود به مادرش در جا خشکش میزنه و میگه مگه چی شده؟ همسایه‌شون سریع بهش میگه سریعا خودتو برسون، ما زنگ زدیم به آتش نشانی تا بیاد و ببینه که دلیل این بوی گاز تند از کجاست و علتش چی میتونه باشه. طبق گفته‌های خود رامین میگه من همونجا مرخصی ساعتی گرفتم و به سرعت خودم رو رسوندم به خونه. وقتی میرسه میبینه ماشین آتش نشانی جلو دره و عوامل آتش نشانی دارن سعی میکنن که وارد خونه بشن تا اینکه یه صدای از داخل خونه میاد و میگه ما حالمون خوبه و اتفاقی نیفتاده و نیازی نیست که شما وارد خونه بشید. این صدای یه خانومیه به اسم صبا یعنی همسر سابق رامین که داره مقاومت میکنه از ورود عوامل آتش نشانی به خونه و میخواد یه جوری وانمود کنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. رامین بهش میگه در باز کن صبا، میخوام ببینم برای آیهان چه اتفاقی افتاده. و آتش نشانی هم که میبینه کار به اینجا کشیده و موضوع داره جدی میشه تصمیم میگیره عوامل انتظامی رو در جریان بذاره تا خودشونو برسونن و با مجوز ورود وارد خونه بشن. دلیل اینکه خودشون هم این کار نکردن بخاطر اینه که واحد آتش نشانی تا زمانی که خود طرف درخواست نکنه که وارد خونه بشن اجازه این کارو ندارن و حتما باید یه مجوز داشته باشن. تو همین حینی که عوامل انتظامی بیان صبا به رامین میگه که تو چرا اومدی؟ من اگه مشکلی هم داشته باشم پدرم میاد و خودشو میرسونه اونجا و موضوع رو حل میکنه. وقتی عوامل انتظامی میرسن جلو در رامین میگه که فقط این خانم توی خونه نیست و پسرم آیهان داره با این خانم زندگی میکنه که دیشب خودم آوردمش تا بتونه مادرشو ببینه. یه چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه که مجوز صادر بشه و چند دقیقه بعدم در خونه رو میشکونن و وارد میشن. صحنه‌ای که جلو چشمشون میاد چیزی نیست که بشه راحت فراموشش کرد، چون قراره دیدن این صحنه زندگی رامینو تغییر بده. صبا داخل خونه به حالت حلق‌آویز دیده میشه و چند متر اونورترم کنار چند تا اسباب بازی بدن بیجون پسرش رو میبینه که رو زمین افتاده و تا ساق پاهاش کبود شده. همونجا گزارش اولیه ماموران و عوامل آتش نشانی اینه که ظاهرا ما با یه گاز گرفتگی طرفیم و نشتی باعث شده که آیهان جون خودش رو دست بده و چند دقیقه بعدم مادرش یعنی صبا خودش رو حلق‌آویز کرده و به علت خفگی فوت میکنه. اما خب همونطور که خودتون میدونین پرونده های جنایی دقیقا همون چیزی نیستن که ما همون اول باش مواجه میشیم. میخوام قبل از اینکه شما رو در جریان نتیجه تخصصی پزشکی قانونی بذارم یکم برگردیم عقب و ببینیم که اصلا این زن و شوهر چجوری با هم دیگه آشنا شدن و چه موضوعاتی باعث شد که به این نقطه برسن. رامین ناصری متولد 1372 یه جوون مغازه‌دار توی تبریز بود که لوازم آرایشی و بهداشتی میفروخت و صبایی هم که متولد 1379 بود اکثر مواقع برای خرید کردن با مادرش میومدن مغازه این پسر و همینطور که یه تایمی میگذره این رفت و آمده و باعث آشناییشون میشه تا اینکه رامین تصمیم میگیره از صبا خواستگاری کنه و یه قدمی برای ازدواج برداره. کم کم بینشون رابطه شکل میگیره و جدی و جدی تر داشت میشد.
حدوداً 2 سالی تو دوران عقدشون بودن و طبق گفته‌های رامین انگار اینجوری بوده که دخالت‌های خانواده سبا بیش از حد بود و تو زندگیشون خیلی سهم مینداختن و این موضوعات باعث سرد شدن این زن و شوهر میشد. سبا از همون دوران عقد عملا میاد تو خونه پدری رامین زندگی میکنه و سال 95 عروسی میکنن. میرن سر خونه زندگیشون و سال 97 آیهان پسرشون به دنیا میاد. این زوج به ظاهر عاشق مشکلاتشون از قبل تولد آیهان هم وجود داشته، ولی خب بعد از تولد پسرشون این مشکلات جدی‌تر شدن و دیگه یه جورایی به قول خود رامین براش غیر قابل تحمل بود. یه چند مرتبه هم تا مرز طلاق پیش رفتم، ولی خب گفتم بخاطر بچه‌مون کوتاه بیایم و نذاریم که کار به اینجا برسه. خانواده ناصری به خصوص پدر رامین که مخالف 100% طلاق تنها پسرش بوده چندین مرتبه میاد و پادرمیونی میکنه که از این طلاق جلوگیری کنه و نذارن که این بچه بدون پدر مادر بزرگ بشه. رامین هم تمام تلاشش رو میکنه که سبا رو سر خونه زندگیش نگه داره و سر همین موضوع هم خونه و ماشین رو به نامش میزنه تا اینکه میرسه به سال 1400 که کار میرسه به جاهای باریک، حق طلاق رو میده به سبا. متاسفانه بعد از گذشت 3 روز از این موضوع سبا درخواست طلاق غیابی میده و از اونجایی هم که این پسر مظلوم و بیگناه هنوز 7 سالش نشده بود حق اذانتش به مادرش میرسه و خونه و ماشینم عملا برای سباست و اینجا رامین خودش میمونه و تنهاییاش و این موضوع باعث میشه که با خودش یه سری فکرهای منفی در مورد این زن بکنه که کجای کار مشکل داره که سبا حتی نمیخواد برای پسرش هم یه چند سالی دندون رو جگر بذاره تا بزرگ بشه و بعدش رامین و خونش رو ترک کنه. طبق قانون قرار بر این میشه که آیهان پیش مادرش بمونه و آخر هفته بره و به پدرش سر بزنه. ولی خب تو عمل اینطور نمیشه. آیهان یه وابستگی شدیدی به پدرش داشته و وقتی پیش مادرش میمونده از لحاظ روحی به هم میریخته و به شدت بیقراری میکرده. سبا هم وقتی میبینه که اوضاع اینجوریه با رامین صحبت میکنه و میگه که اگر از نظر تو مشکلی نداره کل روزای هفته رو پیش تو بمونه و فقط آخر هفته بیاد و به من سر بزنه. اوضاع تازه داشت نظم میگرفت تا پای یه نفر سومی به زندگی این خانواده باز میشه. یه روز آیهان از خونه مادرش برمیگرده و یه جمله به رامین میگه که باعث میشه تصویر کلی ماجرا تو ذهن پدر عوض بشه. یه چیزی تو این مایا که بابا فلانی میاد خونه مادرم و براش خرید میکنه. رامین هم از اونجایی که از قبل به گوشش رسیده بود که یه سری رفت آمدهای مشکوکی بین سبا و یه مردی که مشکل اعتیاد داره هست کاملا به هم میریزه، ولی خب یه فرقی که داشت این بود که تا قبلش فقط 2 به شک بود که این ماجرا اتفاق افتاده و این رفت آمدا واقعیت داره تا اینکه این حرفا از پسرش به گوشش میرسه. اول میره با خود سبا صحبت میکنه، میگه که خودت هر جور میخوای زندگی کن ولی لطفاً پای بچه منو به این داستانا باز نکن و نذار که توی رویاتش تاثیر بذاره. سبا هم همونجا عصبانی میشه، جواب رامینو میده که زندگی خودمه و هر جور که دلم بخواد تصمیم میگیرم براش. رامین که نگران پسرش بود تصمیم میگیره برای یه مدتی مانع دیدار آیهان و مادرش بشه. تو 2 تا دوره جداگونه 25 روزه نمیذاره که آیهان بره پیش مادرش تا اینکه سبا تصمیم میگیره از طریق دادگاه اقدام کنه و یه حکمی برای رامین میاد و مجبور میشه که یک شب آیهان رو ببره پیش مادرش. حالا با هم دیگه میرسیم به روزای آخر، یعنی 23 تیر ماه. سبا با رامین تماس میگیره و میگه که میخوام آیهان رو با خودم ببرم خونه و رامین هم حوالی ساعت 3 بعد از ظهر آیهان رو به مادرش تحویل میده، ولی خب 2-3 باری تا شب با هم دیگه به صورت تلفنی صحبت میکنن که ببینه تو اون چند ساعتی که اونجا بوده اتفاقی افتاده و مرد غریبه خونهشون اومده یا نه. خیالش هم راحت بود بخاطر اینکه صدای آیهان خیلی شاد و نرمال بوده و طبق درخواست خودش گفته که امشب و پیش مامانم میمونم و فردا صبح بهت زنگ میزنم که بیای دنبالم و بریم خونمون. فرداش رامین چند باری با سبا تماس میگیره که هماهنگ کنه برای اینکه بیاد آیهان رو با خودش ببره، ولی خب سبا هیچ جوره تلفنش رو جواب نمیداده. اما با خودش اینجوری فکر میکنه که سبا عادت داشته که تا نصف شب بیدار بمونه و احتمالاً خوابن و موبایلشون رو سایلنت کردن. همینطور که روز داشت میگذشت تا اینکه حدود ساعت 5 عصر میشه و میرسه به همون ساعتی که اول این پرونده بهتون توضیح دادم.
حالا برگردیم با هم دیگه به زمان حال. زمانی که پلیس تصمیم میگیره رجوع کنه به دوربین‌های مداربسته ورودی خونه صبا. طبق چیزهایی که خانواده رامین و رسانه‌ها نقل کردن، فیلم‌های پلی بک نشون میده که یه مرد که ازش به عنوان دوست پسر صبا یاد میشد ساعت 2 شب وارد خونه میشه و یک روبی اونجا میمونه و بعدش میزنه بیرون. ولی خب نکتهش اینجاست که ساعت 4 صبح دوباره برمیگرده. این بار به صورت سینه‌خیز تو راهرو حرکت میکنه که تو دوربین واضح ثبت نشه و همزمان با قطعی برق ساختمون از خونه مجددا میزنه بیرون. این خروجش هم یه کارگر نظافتچی راه پله ها به صورت اتفاقی میبینه. با اینکه این رفت آمد خیلی مشکوکه و دوربینا هم این ماجرا رو ثبت کردن، طبق ادعای خانواده رامین این فرد نه تنها بازداشت نمیشه بلکه بازجویی هم در مورد این موضوع ازش نکردن و دقیقا همینجاست که این موضوع تبدیل میشه به یکی از نقاط تاریک این پروندهمون. در مورد مرگ صبا که کاملا مشخصه و خودکشی کرده، بخاطر اینکه چند دقیقه‌ای که رامین جلو در بوده داشته قشنگ باهاش صحبت میکرده و بعد از گذشت چند دقیقه که رامین وارد خونه میشه اون صحنه رو میبینن که صبا خودش حلق آویز کرده و جونش از دست داده. اما نکته مهمی که اینجا هست در مورد نظریه‌های فوت این پسر بچه است. پزشک قانونی اولش احتمال گاز گرفتگی رو مطرح میکنه، اما بعد از اینکه پرونده میره کمیسیون پزشکی نتیجه به این شکل میشه که علت فوت آیهان گاز گرفتگی نبوده و انگار یه نفر یه لوله گاز بریده شده رو جلوی صورت این پسر بچه گذاشته. و یکی از سناریوهای مطرح شده دیگه ای هم که هست اینه که صبا و دوست پسرش برای اینکه آیهان مزاحم رابطه اونا نشه به اون قرص خواب دادن و بدن کودک نسبت به این داروها واکنش نشون داده. به خاطر اینکه چندین برق قرصم کنار بالشت بچه کشف شده بود. در ادامه گفته میشه وقتی صبا متوجه مرگ فرزندش شده از یک طرف با واقعیت مرگ بچه روبرو میشه و از طرف دیگه هم میدیده که دوست پسرشون رو تنها میذاره و بعد از گذشت چند دقیقه از ساختمون میزنه بیرون و حالا این مادر با فوت پسرش روبروه و بعد از اینکه تحت فشارهای روانی هم قرار میگیره دست به خودکشی میزنه. خیلی خوب دوستان، اینم بود از پرونده امشبمون. براتون یه ویدیو آماده کردم از یه نامه که از طرف پزشک قانونیه که بهتره بریم با هم دیگه ببینیم. پزشک قانونی آیهان رفته به کمیسیون پزشکی. اینکه اینا هی میگفتم جواب صبا نیومده رو اگه بیادم به خانواده‌اش نشون نمیدن و مستقیم میره دست گازی، منم بهتون گفتم که من جوابو میگیرم تو پیجم براتون میذارم. اصرار داشتن که نه هر دوشون به قتل رسیده. اینجا نوشته آسفیکسی خفگی، فشار خارجی بر عناصر حیاتی گردن، نام صبا، اینم نام فامیلیشه.